انسان‌های قوی آنهایی هستند که هیچگاه منتظر نمیمانند که کسی آنها را خوشبخت کند. افراد قوی آنهایی هستند که خودشان برای موفقیت و خوشبختی تلاش میکنند. حضرت علامه اقبال چه زیبا میگویند که خویشتن را وانمودن زندگی است، ضرب خود را آزمودن زندگی است. بسیاری ها با جای ضرب خود را آموختن منتظر کمک می شوند. گویا فردا وقتی بهتری خواهد بود و کسی از راه خواهد رسید، ولی حیات منتظر نمیماند. آنچه داری امروز است. هرگاه حیات برایت سخت آمد، کوشش کن درون آن پخته برای نسوخته، زیرا زندگی در صدف خویش گوهر ساختن است، در دل شعله فرو رفتن و نگداختن است. سوختن کار دشوار نیست، ادامه ندادن آسان است، ولی استوار ماندن، رحم کردن به خود و دنیا را دیدن با دیدی نو تنها کار انسان‌های قوی است. زندگی را دوست دار، خودت را بیشتر و دنیا را هر روز با قلب نو آغاز کن، زیرا کسی که خود خوشبخت شدن را آموزد هرگز بدبخت نخواهد شد. با مرکز خیرات بمانید تا بهترین ها را بشنوید.